هشدار! این ویدیو ممکنه باعث شه یه دفعه دلت بخواد کل زندگی تو جمع و جور کنی و وقتی شروعش کردی ترک کردنش سخت میشه. تصور کن ساعت حدود 3:15 شبه، تو هم چسبیدی به گوشی تو داری با شستت اسکرول میکنی. بین کلی ویدیو و عکس از آدمایی که انگار زندگی رو هک کردن. اونا قبل طلوع آفتاب بیدار میشن، آب کرفس میخورن، از کنار دریا شرکت میچرخونن، هفته‌ای یک کتاب میخونن و در عین حال برق میزنن. انگار نه انگار روزی تو زندگیشون استرس داشتن. و تو اون طرف مثل یه توی انسانی افتادی وسط تخت، نصف خوابی، کاملا پیچیده توی پتو و یه عالم خوراکی و حسرت. و بعد یه چیزی تو وجودت روشن میشه، یه جرقه امید. یهو کمی میشینی و میگی همینه، فردا همه چی رو عوض میکنم. آلارم گوشی رو تنظیم میکنی واسه یه ساعتی که حتی قانونی به نظر نمیرسه. 3 تا اپلیکیشن بهره‌وری دانلود میکنی، حتی یه لباس ورزشی میخری، چون حس میکنی کلید پیشرفت شخصی توی همون شلوار لگین ضد طریقه. راستی یادم باشه اشتراکم رو کنسل کنم قبل اینکه یه تاپ دیگه بفرستن که هیچ وقت نمیپوشم. روز اول غیر قابل توقفی. قبل طلوع آفتاب بیدار میشی، مدیتیشن میکنی، دفترت رو پر میکنی، تختت رو مرتب میکنی و بهش با غرور نگاه میکنی. من دیگه اون آدمم که تختش رو مرتب میکنه. روز دوم یکم خوابالودی ولی همچنان توی بازی. یه مدیتیشن کوتاه‌تر، تو دفتر مینویسی خستم ولی دارم ادامه میدم. روز سوم دکمه اسنوز رو اونقدر محکم میزنی که گوشید ازت شکایت روحی میکنه. دفتر تبدیل میشه به زیرلیوانی. روز چهارم لباس ورزشیت الان تبدیل شده به لباس لم دادن جلوی نتفلیکس. آشنا نیست؟ معلومه که هست. نه تو شکست خورده‌ای، نه تنبل. تو فقط داری با سیستمی کار میکنی که واسه این دنیای شلوغ و پرحواس پرتی طراحی نشده. و اینجاست که همه چیز جالب میشه، چون تقصیر تو نیست. کل اون کتاب‌های خودسازی که بهت گفتن باید با اراده آهنین و آب کرفس زندگی رو عوض کنی، همه‌شون چرت محض بودن. ولی نگران نباش. من یه راه خیلی بهتر دارم. نه جملات تأکیدی فیک، نه اراده فوق انسانی و البته نه تظاهر کردن به این که آب کرفس خوشمزه است. مرحله اول سرقت دوپامینه. صبح چشمتو باز نکرده، شستت داره روی صفحه گوشی حرکت میکنه. نوتیفیکیشن، ریلز و حالا میفهمی که پسرخاله اکست هم فیتنس کوچ شده با سیکس پک و پادکست. میدونی چی شده؟ مغزت یه موج قوی از دوپامین خورده. همون ماده‌ای که وقتی شکلات میخوری، لاتاری میبری یا بله اون کارو میکنی ترشح میشه. مشکل چیه؟ وقتی صبح مغزت با این سطح از دوپامین شروع میکنه، بقیه یه روز برات بیمزه میشه. ایمیلات زجرآور، هدفات بی‌معنی، کارات خسته کننده. چی کار باید بکنی؟ آدمای موفق یه کار عجیب میکنن. تا 1 ساعت بعد بیدار شدن اصلاً سمت گوشی نمیرن. میدونی اگه واقعاً اورژانسی باشه طرف زنگ میزنه، نه دیرکت. به جاش اون 1 ساعت رو صرف بازسازی دوپامینت کن. 10 دقیقه حرکت کن، نفس بکش، پیاده روی کن، برقص وسط آشپزخونه اگه لازمه. یه کار تمرکزی انجام بده. فقط یکی، بدون حواس پرتی، بدون تب باز. و گوشی تو بذارش توی یه اتاق دیگه، توی کشو یا حتی پرتش کن تو پشت بوم اگه لازمه. بعدش یه استراحت واقعی. برو بیرون، نفس عمیق بکش، آب بخور، فقط یه کارو نکن. اسکرول نکن. مرحله دوم هویت، رمز تقلب اصلیه. آدم‌ها معمولاً خودشونو درست کردن زندگی و مثل ساخت کمد از آیکیا می‌بینن، بدون دفترچه ی راهنما. فکر می‌کنن باید برم باشگاه یا باید بیشتر کتاب بخونم. بعدش هم آخر هفته همه چیز میریزه به هم. راه حل درست چیه؟ روی اینکه کی هستی تمرکز کن، نه اینکه چه کاری باید بکنی. به خودت بگو من یه ورزشکارم، من یه خالق متمرکزم، من کسیم که هر روز حرکت میکنه. اگه اینو باور کنی، مغزت میخواد برخورداش با این هویت هماهنگ باشه. به جای اینکه بازور بری باشگاه، خودتو کسی بدون که باشگاه رفتن براش طبیعیه. همون روز فقط یه قدم وردار که ثابت کنه این هویتی که گفتی واقعیه. شب یه نگاهی به خودت بنداز. امروز این آدم بودم؟ حتی یه ذره؟ اگه آره، تبریک میگم، داری مغزتو دوباره سیم کشی میکنی.
مرحله سوم، قانون پیشرفته 1%. تغییر ناگهانی زندگی قشنگه توی فیلم‌ها. ولی واقعیت اینه که فقط 1% بهتر شدن در روز واقعاً جواب میده. هر روز یه ذره بهتر، نه زیاد، فقط کمی. اونقدر کم که مغزت مقاومت نکنه. میدونی چی میشه؟ تا آخر سال 37 برابر بهتر شدی. بله، این واقعاً حساب شده است. مدعی‌های آخر هفته خودشونو میکنن، بعدش دوشنبه که درات میاد همه چیز میپاشه. تو قراره دیفرنت باشی. از این ویدیو فقط یه نکته رو بردار. فقط یکی. نه اینکه زندگی تو بهتر کنی، نه اینکه همه چیز رو از اول بچینی. فقط فردا همین یه مورد رو تمرین کن. نه هفته بعد، نه بعد از مرتب کردن کشوی جورابات. فردا. و یادت نره، کسی نباش که فقط ویدیوهای انگیزشی میبینه. کسی باش که ازشون استفاده میکنه. حتی اگه فقط 1% باشه، مخصوصاً اگه فقط 1% باشه. تا ویدئوی بعدی توی مسیر رشد ببینمت.